سلام علیکم دوستان عزیز. امروزه خبر ما این میشه که آیاریس خود دوشنبه مسکو دوشنبه سر میشه 2 اپریل. این خبر را دیرکتور اجنس و تاجیکستان گفتن، اکرام سبحانزاده گفتن که 2 اپریل ده آیاریس سر میشه و سامان ایر تایر سر میکنه. آیاریس هفتهش 2 بار میشه، حالی نرخوی بلیت انیق نیسته. انشالله صبر کنین. همین اگر سر شده وجود بعد 1 ماه 2 ماه وجود بلیتو میفروید. اگر همین 2 اپریل سر کنه آیاریس انشالله بعد 1 ماه 2 ماه وجود بلیتو میفروید، ارزون میشه. امروزه ویدیو ما همین بود برادران عزیز. در کانال خدا باشین. التماس میکردم کدامی که مبینا شده نیسته подписаться کرده نیسته подписаться کنین، لایک بچکین، чтобы поддержать کنین ما را. انشالله ویدیوهای ساز میبریم. در کانال خدا باشید.